اینم فاکتور کنیم. چرا؟ به عنوان نگهدارنده این که من به عنوان هولدرم عمل کردم. آره. هولدر بعدم هم هولدر هم میتونم به عنوان چیز دیگه قسمت میکاپ آرتیستی. یعنی من عاشق سینما، البته سینمای خوبمون، فیلمای درست حسابیمون و سریالای خوبی که ساخته شده واقعا من دوستشون دارم. یعنی میتونم بارها مثلا سریال از بازیگرای مورد علاقه شما کیا هستن؟ خیلی، اصلا من 3 تا نمیتونم بگم. کل سینمای ایران رو نه 3 تا نمیتونم بگم ولی تعداد زیاده. بیشتر نسل جدید یا نسل؟ آره از قدیمیام دوست دارم. آخه عزت الله انتظامی رو مثلا خیلی دوستش داشتم. جزو کسایی بود که آتیلا پسیانی، عزت الله انتظامی کسایی بودن که وقتی فوت شدن من گریه کردم. خسرو شکیبایی. بله. حیفه. بابا اینا هم بازیگر نسل ما. حرف هنر شدی. نمیدونم مثلا دوبلور بشی بعد بری مثلا بازیگر بشی. به خاطر پدرم بود دیگه. من خب پدرم که دیگه از بنیانگذارا و بزرگان آقای ناصر ممدوح صنعت دوبله هستن، هنر دوبله، و تو کار بازیگری هم ایشون بودن و اتفاقا برای من زیاد جذابیت نداشت. من تو یادم سن پایین که داشتم بعضی وقتا با بابا میرفتم، اون موقع شبکه 2 توی خیابون الوند بود، میدون آرژانتین تو تهران. همیشه توی این چیز کارتونا میزدن. آره، خیابان الوند. نامه بنویسین بچه‌ها برامون. بعد من با این دستگاه بازی میکردم. بابا میشست پشت این دستگاه که حالا یه اصطلاحی ما تو دوبله داریم، فیلم سینک زدن، که مدیر دوبلاژ میشینه تصویر رو میبینه و گوینده ها رو انتخاب میکنه و مکس رو میزنه و اینها. حالا اونا چیزای تخصصیش کار ندارم. من با این دستگاه بازی میکردم. اصلا برام جذابیت نداشت. یعنی چون همه اینا رو میدیدم، خیلی از بازیگرا رو میدیدم، خیلی از دوبلورا رو میدیدم، اصلا برام جذابیت نداشت. ولی به یه سنی که آدم میرسه، من فکر کنم مثلا همون 18 سالگی همه دوست دارن، نسل جوون، نسل نوجوان شهرت رو دوست دارن. منم به تبع مستثنا نبودم از این قانون. ولی حالا یه سری حاشیه‌اش رو دوست دارن، چون واقعا من فکر میکنم این علاقه به سینما، علاقه به موسیقی، علاقه به دوبله، تئاتر فرق نمیکنه. یه بخش اصلیشه که واقعا یکی اون کار رو دوست داره که سختی‌هاش هم واقعا زیاده. سختی‌های زیادی داره واقعا. خیلی‌ها نمیدونن آواز دهل از دور شنیدن خوش هسته. ولی وقتی این والو درگیر اون کار بشی میفهمی. البته هر کاری سختی‌های خودشو داره. و یه بخشش هم خیلی‌ها حاشیه‌شو دوست دارن. اینکه ورود بکنن به زندگی خصوصی هنرمندا، با اونا ارتباط بگیرن. خب اون که دیگه نمیشه اسمشو گذاشت طرف عاشق هنره. نه، عاشق هنرمندا و پرسونال لایفشون میشه. جالبه. ولی من خودم واقعا دوست داشتم. چه جالب که پزشکی رو مثلا ولش کرد. بازیگری اصلا فکر می‌کردی یه روز مثلا بشینی مجری، یه روز بشینی بغل دست آبتین ممدوح مثلا مهاشو اجرا بکنی. حالا خوبه اسم برنامه مهاشوه، چقدر پررو. کسوت هنری هم باشه باید میشد آبتین شو. حالا آبتین من از بچگی بلنگو دستم بوده. یعنی عاشق حرف زدن. این اصطلاح غلطه. من بگم بلنگو نه، میکروفون. ببخشید میکروفون. بلنگو مال سبزی فروشاست. میگرفتم سبزی قرمه کوکوآش اینجوری. ولی این دیگه راست میگی. ببخشید آقا اینو بردارین. درسته. دقیقاً میکروفون دستم بود و فقط منتظر بودم مامانم از خونه بره بیرون. اون موقع ضبطای 2 بانده بود. اینو وصل می‌کردم به ضبط میکروفون و میکروفونم قرمز بود، سیمش هم دراز. می اومدم تو سالن، توی چیز بود، هال بود، توی سالن هالمون بود. بعد شروع می‌کردم سلام بچه‌های عزیز، من امروز می‌خوام براتون یه داستانی رو تعریف کنم. شده همین چیزا دیگه الان. آره مثلا داشتم برای مثلا بچه‌های خیالی خودم داستان تعریف می‌کردم. مهمان برنامه امروز ما یکی از کارگردان‌های خوب کشورمون هستن. Really؟ بله، منتظر وایستیم تا ایشون رو ببینیم. بیا دیگه به مراده. یه کارگردان دعوت کرد که سریع هم یه نقش بهش بده.
هیچ وقت چون هم من نتونه سرمایه گذاری کنه وارد دوبله بشه ناامید شد. حالا اتفاقا بیاد باید من ازش بپرسم. این همه سال ما همو میشناسیم، یه نقش باید ازش بگیرم. بریم بعد. حتما پتانسیلش هم نداشتی که بهت نداده دیگه. بنده خدا روش نشده بگه چجوری باید بگه آقا این آخر سر یعنی میشه شو. خب مهمان برنامه‌مون هم اومد، خانم پگاه قائمی. بله خیلی خوشبختم از آشناییتون. من بیشتر مرسی. خوبی پگاه جون؟ خیلی خوش اومدی به برنامه ما. مرسی که دعوت کردی. مرسی که قبول کردی بیای. خب پگاه جون من معرفیشون کردم کارگردان، ولی من فکر می‌کنم برای لانگ تایم پروژه‌ای که با ایشون می‌کنیم بریم جلو. به امید خدا. یعنی نشد من یه نفر رو بیارم اینجا. تو صحبت شاید مثلا عنوان بازیگر عشق بازیگری داشتی گفتی توی آها پگاه راست میگه. من قسمت قبلی برگشتم گفت داره واقعا نمیدونم هنوز تستش نکردم. قسمت قبلی گفتش که خب پس کارگردان. من گفتم من آره عشق فیلم سینمای ایران رو دارم، عاشق مثلا فیلم‌های ایرانی مونم، نمیدونم سریالا و فلان. برگشت گفتش که خب پگاه کارگردانه چرا تو هیچ کدوم از فیلماش نبرده تو رو بازی کنه. گفتم من بهش میگم اینو. فیلم آماده نشده. هنوز. اگرم مهاجون که هم صورتشون هم بازیشون هم صحبتشون. من تئاتر قبلا بازی کردم ها. سنه حالا چند سالگی. تئاتر خیلی سخته. از این دیالوگ واقعا سخته. مصاحبه میگم فکر میکنم چیز بوده مثلا تو مدرسه تو دبستان دقیقاً تو دبیرستان عروسکا تازه خودت هم نبودی عروسکا. ولی بگا جون مرسی که اومدی، ممنون ازت. من یه معرفی کوچیک تو رو کردم، خوشحال میشم که خودت معرفی کنی خودت رو. خب من همونطور که گفتیم پگاه قائمی ام. فیلمساز، کارگردان در واقع و نویسنده و میشه گفت بیزنس وومن. دقیقاً ایشون کارآفرین هم هستن. جدی؟ بله بیزنس وومن هستن، کار میکنن. بله بیشتر یعنی همش فقط توی کار خودمون، تو کار تبلیغات و فیلم و کمپانی دارید مشغول هستید یا نه؟ مثلا کمپانی فیلمسازی داریم و یک کمپانی تو دبی. یک کمپانی تبلیغاتی هم داریم. بسیار عالی. بسیار عالی. آقا پس بعد از اینجا بریم همه پیش خانم. خواهش می‌کنم. پگاه جون من میخوام اول یه فلش بک بزنیم به گذشته که مهاجرت کردی رفتی، بعد برسیم به داستانی که حالا اصلا چرا اومدی دبی و اینجا خب یعنی چی کار میکنی دیگه. ولی خب بریم به گذشته. به گذشته کجا شروع شد؟ خب من استرالیا بزرگ شدم و 8 سالم بود وقتی ما رفتیم استرالیا. روز بعدش 8 سالم شد. دقیقا روز بعدش شده 8 ساله. آره یعنی قشنگ انیورسری ما همون تولد منه. بعد فکر میکنم دیگه از 9 سالگی به بعد من شروع کردم اونجا تو مدرسه و اینا تئاتر بازی کنم و یعنی خیلی دوست داشتم داستان نوشتن و اون موقع فقط ما تلفن و اینا نداشتیم که فیلم بگیریم آپلود کنیم و اینا. شروع کردم بازیگری و اینا. البته مامانینا خب مامان بابا زیاد موافق نبودن ولی خب تو مدرسه بود اوکی بود. همیشه خانواده ها مخالفن. آره دقیقاً. بعد به هر حال من ادامه دادم تا فکر کنم 17 سالگی اولین بار بود که من کارگردانی یه تئاتر رو انجام دادم اونجا تو استرالیا و فهمیدم که چقدر این حس آفریدن قشنگیه و یه ترس خاص خودش هم داشت به خاطر اینکه خب تئاتر مثل فیلم نیستش که بگی کات و همه یعنی وقتی نور میره بالا و بیننده ها نشستن دیگه هیچ کار دیگه نمیتونی بکنی. یعنی دستا کاملا قطعه. شما خودتون اینو میدونین. هم ترسناک بود هم جذاب بود. ولی یه 3-4 سال بعد یکم بیشتر بعد از اون طول کشید تا واقعا بدونم که کارگردانی رو بیشتر از بازیگری دوست داشتم. چرا؟ چون احساس میکردم بازیگری
اولا باید انتخاب می شدیم که خوشم نمی اومد از این قضیه که هی بخوام انتخاب بشم، اگه انتخاب نشم نتونم کار کنم. و این که احساس می کردم بخش خیلی قشنگ دنیای خودشو داره بازیگری، واقعا دنیای قشنگیه، ولی احساس می کردم من میخوام یه دنیایی رو بسازم، یه داستانی رو بگم و این باعث شد که رفتم دنبال کارگردانی و شروع کردم تو استرالیا. 17 سالگی در استرالیا؟ تو 17 سالگی با تئاتر شروع کردم، تو 22 سالگی فیلم‌های کوتاه تو استرالیا. ولی هنوز استرالیا. آره. بعد اونجا کار گرفتم و شروع کردیم فیلم سازی، درس دادن و فیلم‌های کوتاه ساختن و درس هم میدادی؟ بله. درس توی یه جایی بود به نام استرالیا فیلم بیس. اونجا البته شاگردامون چیز بودن، یعنی همه سن بودن، چون بعد از تایم دانشگاه و مدرسه و اینا بود اونجا. بعد هم درسشو میدادیم، هم کمک میکردیم فیلم‌های کوتاه بسازن، یعنی ما شاید 52 تا فیلم کوتاه میساختیم با هنرپیشا، یعنی استودنت هم. آره، ما بهشون کمک میکردیم که یاد بگیرن فیلم کوتاه. بعد خودم هم اونجا 3-4 تا فیلم کوتاه خودم رو ساختم. بعد به زبان فارسی اون موقع میساختی یا به انگلیسی؟ فقط انگلیسی. اصلا من فارسی بلد نبودم. یعنی به اندازه این که با مادر پدرم صحبت کنم که نصفش انگلیسی بود نصفش فارسی. یا اینکه آره دیگه، چون واقعا با اینکه مامان من معلم بودن تو ایران و حتی تو استرالیا، فارسی درس میدادن و اینا، من به خاطر اینکه خیلی ادبیات انگلیسی رو دوست داشتم، مثلا ادبیات رو دوست داشتم، وقت نداشتم که بخوام فارسیمو قوی کنم، چون ادبیات بود، ورزش بود، تئاتر بود، یعنی همه اینا از تایم مدرسه و دانشگاه نداره. ریپیت میکنیم، همه اینا از تایم مدرسه و دانشگاه خب خارج از چیز بودن دیگه، که وقت نبود. به خاطر این من تایمی که تصمیم گرفتم برم ایران، اصلا چی شد که تصمیم گرفتی بری ایران؟ حالا الان اینجا خیلی سورپرایز میشه. آره ببین، ما انقدر فیلم داشتیم میساختیم تو استرالیا. بعد یه کار دیگه که من انجام میدادم این بود که تو تایمی که داشتم میرفتم چیز میشدم، بازیگری رو که یکم کمتر روش فوکس داشتم سیاه‌لشگری میکردم. چرا؟ چون دوست داشتم که برم سر فیلم‌های بزرگ و فیلمبرداری‌های خیلی عظیم و بتونم نگاه کنم. یعنی نمیخواستم نقشی داشته باشم که فوکس داشته باشه برای من، بتونم تمرکزم رو بذارم ببینم این چقدر قشنگ. اونجا من تازه یاد گرفتم که واقعا فیلم ساختن، اون دنیای فیلم سازی مثل یه ساعت میمونه که واقعا همه با همدیگه تک 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 این اتفاق میفته. یه چرخش خیلی قشنگی بود برام. بعد من میرفتم اونجا با همه دوست میشدم، دستیار تصویربردار میشدم، بهشون میگفتم مثلا پول به من ندی، من فقط میام. دستیار نور پردازی، دستیار چی میگن، کاستوم و دیزاین چیز، یعنی هر کاری که از دستم برمی اومد واقعا انجام میدادم. ولی خب بازیگری رو یکم آوردم عقب که بتونم چیز. به هر حال تصمیم من برای رفتن به ایران این بود که دیدم که دیگه این داستانایی که داشتیم میگفتیم و اینا برای من دیگه جذابیت نداشت. یعنی ما انقدر فیلمسازیمون، حجم فیلمسازی رفته بود بالا، احساس میکردم ما دسترسی به همه چیز داریم ولی داستانها برام دیگه جالب نبود. کلیشه‌ای شده بود. یا کلیشه شده بود یا احساس میکردم معنی اونقدری که خب به هر حال من به عنوان یه ایرانی این تو خون پوست ما هستش که واقعا دنبال
معنی باشیم، معنی عمیق. دوست داریم همه چیز خیلی عمیق باشه. ما همینجوری همه چیز رو نگاه نمی کنیم و تو استرالیا واقعا همه نوع تکنولوژی زیر دست من که یه آدم تازه به کار بودم. یعنی یادمه با اولین دوربین پاناسونیک که پروگرسیو بود که شما میدونین قشنگ 2004 بود دقیقاً، 2004 2005 دقیقاً. من اولین فیلممو، یعنی فیلمی که واقعا کارگردانش بودم، نویسندش بودم، تهیه کنندش بودم، بازیگرش هم بودم، با اون ساختم و این برای من خیلی جذاب بود، برای من خیلی قشنگ بود که ولی گفتم که من میخوام یه نوع دیگه فیلمسازی رو ببرم جلو. دوست دارم که از لحاظ تکنولوژی به خاطر تکنولوژی نبرم، بیشتر به داستان. و میدونستم که توی ایران انقدر داستان ماشاءالله زیاده، انقدر چالش زیاده، انقدر اصلا جذب شدم. بعد پگاه از 8 سالگی تا این اتفاق که افتاد فکر کنم 28 سالم بود وقتی من رفتم ایران. رفته بودی؟ 3 بار. خب یعنی میگم زبانت چطور بود؟ میتونستم صحبت کنم، میتونستم بگم مثلا بخونی فارسی؟ نه اصلا اصلا. بعد من وقتی رفتم ایران خیلی سعی میکردم خودم رو وقف بدم به همه. بعد مثلا از راننده تاکسی ها اینا میپرسیدم که ببخشید مثلا خیابونه چیزی مثلا کجاست؟ خانم نمیتونی بخونی؟ اینجا نوشته دیگه. بخواستم بگم نه به خدا نمیتونم بخونم، ندارم. آره این بعد که 3 سالگی تصمیم گیری بری ایران. رفتم ایران و همه گفتن تو دیوونه ای، اینجا این همه کار خوب داری، این همه تو کار، یعنی کار رو شروع کردی، خیلی هم قشنگ داری پیش میری، این همه هم کانتکت داری و اینا. گفتم ولی من دلم میخواد که فیلم ها رو توی ایران بسازم. خانواده مخالفت نکردن؟ خیلی یعنی خیلی نه به خاطر اینکه ایران جای بدیه برای مادر پدر من، ولی به خاطر اینکه میگفتن تو این همه پیشرفت داری میکنی و اینکه ببین زبان اون کشور خیلی مهمه، یعنی و آدما تو نمیتونستی بخونی. آره با اون آدما زندگی نکرده بودم، واقعا خیلی سخت بود. چه جالب. پس 28 سالگی 27 سالم بود که این تصمیم رو گرفتم، رفتم ایران. یه فیلم کوتاه نوشتم با یکی از دوستای عموم به خاطر اینکه من فقط انگلیسی میتونستم چیز کنم و ایشون با هم نشستیم این فیلم رو نوشتیم و اینا. بعد دیگه برگشتم استرالیا، یکم بیشتر جمع جور کردم و کتابامو برداشتم و دیگه رفتم ایران با 3 تا دیکشنری فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی، چون اون موقع آنلاین نبود که. چه فیلمی کار کردید؟ کوتاه، بلند؟ فیلمای کوتاه کار کردم تو ایران. بعد یه سریالی بود که به عنوان بازیگر اول رفتم، به عنوان بازیگر گفتم خب اولین استپ برای من میتونه این باشه که بتونم ببینم شرایطو، ببینم چه جوری فیلم. و یه سریال تلویزیونی بود. بعد تنها آدم چادری اون سریال من بودم. چه نقشی هم بریم. آره بعدش سریاله چی بود؟ یادم نمیاد. کارگردانش یه آقای چیز بودن، کارگردان تئاتر بودن ایشون. فکر کنم این 2مین یا 3مین سریال تلویزیون. حالا اسما رو باید یادم الان یادم نمیاد. چند سال پیش حدوداً این داستان مال 2009 ببخشید 2007 یا 8. خب بعد بهت نقش چادری دادن؟ بهم نقش چادری دادن. بعد من آره آخه من نگفته بودم که ما استرالیا بزرگ شدم، نمیخواستم. متوجه نمیشدن لهجه. انقدر من رو لهجم کار کرده بودم با اینکه نمیتونستم بخونم، کسی متوجه نشد، ولی میدونستن که این خانوم یه چیزیش به بها نمیخوره، یه چیزیش میلنگه. بعد مثلا بین کاتا من این چادره رو در می آوردم، اینجوری مش میکردم، اینجوری مثلا میذاشتم اینجا که تا صحنه بعدی. بعد این کارگردانه که اسمشون رو اصلا یادم نیست، خیلی آقای
جالب و کارشناس خوبی هم بودم اتفاقا. اومد بهم گفت خانم شما چرا حرف نمیزنی؟ گفتم من خیلی حرف میزنم. گفت نه بجز لاینایی که دارین جلوی چیز چرا حرف نمیزنین؟ گفتم خب من به هر حال و اینا سناریو رو چجوری تونستی بخونی؟ با دیکشنری و فارسی و انگلیسی بعد همه رو واسه خودم به فینگلیش می نوشتم. اینقدر علاقه دیگه بالاخره وقتی به یه چیزی علاقه داشته باشه خیلی جالبه. به فینگلیسی می نوشتم واسه خودم. حالا یوزفول بود اون تجربه‌ای که تو ایران کسب کردید بابت کارتون کمک کرد در آینده بهتون؟ خیلی زیاد ولی اونو تموم کردی و بازی کردی و تموم شد. آره اون تموم شد. به هر حال همه متوجه شدن که بعد گفتش هیچ خانم ایرانی چادرشو اینطوری نمیگیره. بعد از اونجا دیگه متوجه شدن که من تو استرالیا بزرگ شدم و یعنی همه کل اکیپ گفتن آها ما فکر میکردیم این چرا اینجوریه، ماما چرا اینجوری حرف میزنه، آدم عجیبیه و اینا. آره دیگه اونجا تصمیم گرفتم که واقعا تلویزیون تو استرالیا هم پیشنهاد شده بود تلویزیون و اینا، نمیرفتم چون فضای تلویزیون رو زیاد دوست نداشتم، نه اینکه بده یا خوبه، به من نمیخورد اون موقع. بعد از اونجا دیدم که نه من باید فیلمای خودم رو بسازم و اگه قراره فیلم بسازم یا با فیلم سازای دیگه کار کنم فیلم سازای سینما رو دوست دارم. من با آقای مسعود کیمیایی آشنا شدم، با آقای بهمن قبادی آشنا شدم، با آقای کیارستمی آشنا شدم، با ناصر تقوایی آشنا شدم. یعنی واقعا این عشق منو برد جلو. فقط کارگردانای سینما ایران ارتباط برقرار کردید؟ بله و خیلی چیزا از اونا یاد گرفتم. یعنی مهمترین چیزی که یاد گرفتم که آقای کیارستمی، یعنی همشون مهم بودن، همشون حرفای واقعا جالب ماندگاری توی دل من گذاشتن واقعا. ولی این برای من خیلی جالب بود که فیلمساز باید واقعا اون جایی که توش هست و باید حس کنه، باید اون قلب اونجا رو لمس کنه، باید داستان آدما رو بفهمه و من از اینو واقعا خیلی یاد گرفتم که داستان آدما رو میگفتن. توی استرالیا ما داستانهای خودمون رو میگفتیم، یعنی اون چیزی که میدیدیم رو میگفتیم. هر فیلمسازی چیزی که میبینه رو میگه، ولی فیلمسازای ایران یکم این حسی که باید دغدغه های آدماشون رو بیارن جلوی تصویر، برای من خیلی قشنگ بود. بسیار عالی. خب بعدش شروع کردی شروع کردم. بله شروع کردم فیلمای کوتاه. اولین فیلممو توی تهران ساختم به نام تاکی و دومین فیلممو توی شمال ساختم به نام انگلیسیشو فقط نداره بگو انگلیسیشو. Members of the Resistance. خب بذارین میشه عضو چی؟ مقاومت؟ آره یه همچین چیزی. آره که شما هم اون فیلمو فکر کنم اول پیش آقا کاوه اینا دیدی، خیلی وقت پیش. من فکر کنم فیلم اولین چیزی که دیدم یزیدیان بوده. خب یکم خیلی جلوتر دیدی. بعد سه تا فیلم کوتاه ساختم، 2 تا تو شمال، یه دونه توی تهران و بعدش به این نتیجه رسیدم که با اینکه من زبونم یعنی زبون فارسیم خوب نبود و یاد گرفتم خوندن نوشتن و خیلی زود نوشتن که هنوز زیاد چیز نیستم، ولی خوندن و چون به هر حال فیلم ساختن یه کار دقیقاً باید زبونو آره. بعد اونجا وقتی رفتم شمال و آدما با من گیلکی صحبت میکردن، چون من اصلا گیلکی فارسیم که چیز نبود، گیلکی ما اصلا ترکی مثلا ترکی هم بلد نیستم. ولی اونجا واقعا فهمیدم که چیزی که دلیلی که یکی از دلایلی که من انقدر دوست داشتم بیام ایران
این بود که من میدونستم که آدما با زبان با هم صحبت نمیکنن، با قلبشون با هم حرف میزنن، با دلشون حرف میزنن. ما همه همدیگر رو میفهمیم و با اینکه حتی پشت صحنه ها هست اینا با من گیلکی حرف میزدن، من فارسی جواب میدادم و همدیگر رو میفهمیدیم. نه بگو کارگره چجوریسته؟ هستی هیچی بر حلی نیه آقا، هیچی بر حلی نیه. با هرتی دماغ چر خورنه گاب کل همه بیل آورده دست وقتی بشی خسته باورده همه. محمد درگون محمد نمیدونم تو اون لحظه چه ماجیکی بود، چه چیزی بود که ما همدیگه رو الان اگه ببینم میگم این خانم چی گفت به من اصلا نمیفهمم چی اصلا میگفت که من جوابشه، ولی اون لحظه کاملا همدیگه رو میفهمیدیم و درک میکردیم و تمام بازیگرای فیلمم هم از همون دهکده بودن که فیلمو ساختم و خیلی جالب بود برای من، خیلی جالب بود، یعنی اتفاق بزرگی بود. پگاه جون چی شد که تصمیم گرفتی بیای دبی، فعالیتت رو توی دبی شروع کردی و دیگه اینجا موندگار شدی؟ آره چرا نرفتی سوال جالبی، استرالیا؟ سوال جالبی بود. اولا خب باشه خب باشه نه خودم به خودم پرسیدم جوابم گرفتم. خب باشه اینو نمیگم. آره به خاطر اینکه من اون فیلمی که توی شمال ساختم اون موفق شد، رفت واسه خودش یه عمر جدیدی پیدا کرد و رفت جشنواره های مختلف، رفت کن، رفت روتردام، رفت کلرموند، رفت الی، رفت نیویورک، همه جا رفت. به هر حال وقتی یه فیلمی پسند میشه دیگه فستیوالا شروع میکنن خودشون به هم دیگه پیشنهاد میکنن و کسایی که برای فستیوال خودشون میرن. خدا رو شکر این فیلم خیلی واسه خودش یه عمر جدیدی پیدا کرد و دیگه خارج به هر حال آرتیست با آرتش یه جایی جدا میشه. این فیلم از من جدا شد و رفت مثل یه موج برای خودش یه طرفایی. ما به هر حال کل پولی که بودجه‌ای که داشتیم برای این فیلم رو خرج خود فیلم کرده بودیم، زیادم نبود ولی به هر حال با فیلمایی داشت مسابقه میداد که اونا خب خیلی باجت‌های عظیمی داشتن و آدمای خیلی چیز، ولی خب ما تو ایران واقعا من به هر حال یاد گرفته بودم که چجوری فیلم بسازم با بودجه خیلی کم ولی با معنی خیلی زیاد، یعنی واقعا اون چیزی که میخواستم و بهش از یه نوعی رسیدم به این و خدای شکر این فیلم واسه خودش چیز شد. یکی از فستیوالایی که این فیلم اومد فستیوال ابوظبی بود که اون موقع اسمش بود میدل ایست فیلم فستیوال و آدمای خیلی بزرگی از دور دنیا رو دعوت کرده بودن و منم خب دعوت شده بودم. دیدم این نزدیک یه گوشه ای از بودجمون میتونیم بریم به اینجا. اونا خدا رو شکر اون موقع خانوادم هم اینجا بودن، یعنی برای یه هالیدی چیزی اومده بودن اینجا که دیگه من اتفاقا دست مادرم رو گرفتم بردم روی رد کارپت و همه چقدر عاشق مامان من شده بودن، همه رو گذاشتن کنار، فقط از مامان من عکاسی میکردن. یعنی آره اولین بار رد کارپت منم، آره خدا رو شکر مامانم پیشم بود و اینا. بعد این باعث شد که من با خیلی ها اینجا آشنا شدم. یکی از آدمایی که باهاش آشنا شدم، 2 نفر که باهاش آشنا شدم که الان خب به هر حال خیلی شناخته بودن بیشتر، یکی اصغر فرهادی، اونجا باشون آشنا شدم که ایشون هم فیلم About الی رو داشتن تو همون فستیوال در راجب الی و گلشیفته فراهانی و پیمان معادی که واقعا هر ستاشون خیلی گلن و خیلی دوستشون دارم و اونجا با اونا هم آشنا شدن. چقدر عالی، خیلی عالی بود. و دیدم که به هر حال اگر بخوام کارمو جلوتر ببرم و بیشتر یاد بگیرم، چون من بیشتر تو چیز یاد گرفتنم و چجوری میتونم خودمو بهتر کنم توی کارم، دیدم که اینجا خیلی جالبه برای این کار، ولی اون موقع زیاد
جای فیلم ساختن مثل ایران و مثل استرالیا نبود، بیشتر تبلیغاتی بود و چه بهتر چون من تبلیغاتی رو خیلی دوست دارم به خاطر اینکه به هر حال تجربه خیلی جالبیه و پول خیلی بیشتری هست توی کار و این باعث میشه که ماها که عاشق کارمونیم بتونیم تکنولوژی قشنگتر و جدیدتر و داستانمون رو از طریق تکنولوژی جالبتر. ولی قبل از اینکه من بخوام اینجا کمپانی باز کنم و با شبکه‌های مثل فاکس و بی بی سی و اینا کار کنم، یه دغدغه‌ای توی من بود که من هنوز دوست دارم که فیلم سختی رو بسازم و چالش داشته باشه و با آقای بهمن قبادی تلفنی صحبت کردم، گفتم من حوصله‌ام سر رفته و ایشون گفتش که یه نگاهی بنداز به یزیدی ها ببین چه حسی بهت دست میده. من راجع به یزیدی ها آنلاین خوندم و زنگ زدم گفتم من هفته دیگه میخوام برم به عراق. چه جالب. گفتم من میخوام برم کردستان عراق. ایشون هم گفت من تا یه تایم خیلی کوتاهی اونجا میتونم با یکی دو نفر آشنات کنم دیگه، میتونی بری ببینی میتونی فیلمی بسازی و اینا. راجبشون خوندی آبتین؟ شب فیلممون که توی دبی ما داشتیم، شب‌های فیلممون قبل کووید بود، اولین شب فیلممون فیلم پگاه رو نشون داد. چند دقیقه از تایم فیلمتون؟ اون یه فیلم 23 دقیقه‌ای شد به خاطر اینکه من این کار رو تو 2009 شروع کردم و دیگه یعنی یه مهاجرت سوم بود میشه گفت برای من که اومدم دبی و تا بیزنس را بندازم و کارم رو شروع کنم اینجا و یکم بیشتر شناخته بشم و بتونم به هر حال اینجا بمونم. اون فیلم برداریش 2009 شروع شد ولی 2015 تموم شد. چرا؟ به خاطر اینکه من با اینکه اون فیلم میتونست یه فیلم کامل باشه، هر چیزی که فیلم برداری کردیم تو 2009 که کسی هم نمیشناختی از ایدیا رو، اون داستانی که من میخواستم بگم دقیقاً این چرخش سختی و بدبختی آدمای یزیدی تو کردستان عراق بود که تو 2015 وقتی آیسیس اومد فیلم منم به اتمام رسید. یعنی اون فیلم به خاطر اینکه دیدم این چیز داستانی که من میخوام بگم دقیقاً الان در زمان حال داره اتفاق میفته وقتی آیسیس اومد و داعش در واقع اومد و بعد تو 2015 دوباره من رفتم عراق، اون وسط اون ماجرا فیلم برداری رو تموم کردیم که داستانشون حالا چرا 23 دقیقه، این قرار بود یه فیلم بلندی بشه حتی سریال، ولی بی بی سی یکی منو با بی بی سی توی لندن آشنا کرد و من این داستان رو به اون خانم گفتم من میخوام این فیلم رو بسازم. ایشون گفتن این فیلم خیلی فوق‌العاده قشنگیه ولی ما تا 3 سال دیگه برنامه هامون اجازه نمیده این فیلم بلندی رو با کسی کار بکنیم. آیا امکانش هست شما این فیلمو کوتاه‌ترش رو با ما کار بکنی؟ منم در واقع 2 هفته طول کشید که بله رو بگم. همه میگفتن بی بی سی، همه میخوان بی بی سی. گفتم نه، این فیلم مثل بچه من میمونه، من نمیتونم بیارم یهو دست و پاشو کوتاه کنم و موهاشو این شکلی کنم و یه شکل دیگهش بکنم. به هر حال بله رو گفتم برای بخشی از این فیلم. بخشی از این فیلم که گفتم بذار این داستان گفته بشه، بخشی از این فیلم گفته بشه و چه بهتر که بیننده های بیشتری بتونن این فیلم رو ببینن. بی بی سی از من خواهش کردن که یه بخشی از این فیلم رو باهاشون کار بکنم و واقعا چالش‌های خود این فیلم خیلی فیلم سنگینیه به خاطر اینکه داستان خیلی سخته، آدمایی هستن که خیلی زجر کشیدن و 2 تا اعتقاد رو می‌خواستی نشون بدی. 2 تا اعتقاد رو نشون بدم و در واقع یه جورایی هم با این که داستان سختی بود، داستان واقعا میتونم بگم
خود من میتونم بگم یه مدت از لحاظ روحی مریض شدم به خاطر این فیلم. حتما باید ببینی فیلم ها. آره این چیزایی که من همینجوری شنیدم برام خیلی جذابیت داره. خیلی جذابه. بله. بعد حالا از اون طرف هم به هر حال BBC باز یه نوع فیلمسازی داستانگویی خودشو داره. یعنی حالا شما از استرالیا اومدی خیلی مثل دیزنی و اینا، بعدش رفتم ایران خیلی بعدش الان BBC. بعد BBC به هر حال یه ریپورتاژیه که دوست دارن یه طرفو نشون بدن و گسترش بدن به اون، به خاطر اینکه کسی که میاد BBC رو نگاه کنه آدمی نیستش که میاد میشینه، یعنی همون بیننده‌ای که دیشب توی سینما داشت فیلم اکس منو میدید اون وقتی میزنه BBC همچین چیزی رو نمیخواد رو BBC ببینه. این به خاطر این میخواد تو اون مقایسه باشه دیگه، کی بهتره کی خوبتره، چرا این کارو کردن. دقیقاً. و اینا دنبال اخبارن، یکم اخباری تره این داستان. به هر حال من اونجا توی لندن واقعا خیلی چیز بودم با این BBC World بود، نه BBC چیز بود نه BBC فارسی، BBC World بود و اونجا واقعا با این دستیارایی که داشتن کمک میکردن تدوینگر و اونجا یعنی 2 تا تدوینگر هستش. بعد دستیار خودم اینا میگفتم من نمیگم داستان اینجوری، شما بریم بالا بیاین پایین، باید یه پگاه قائمی، این فیلم پگاه قائمیه، من اینجوری نمیتونم فیلم بسازم و اینا. و خدا رو شکر به یه وسط مسالمت آمیز با آره و خیلی قشنگ در اومد. یعنی با اینکه خیلی فیلم دردناکیه آخرش دوست داشتم که یه امیدی باشه آخر این فیلم و تونستیم موفق شدیم فیلمو اینجوری بگیم. به هر حال اون فیلم رفت و به 4 زبون مختلف زیرنویس شد و روی BBC World و فکر میکنم نزدیک 86 بار هم ریپیت شد. و به هر حال با اینکه آدم خیلی کارهای مختلف انجام میده، خیلی ها منو با اون فیلم آیم یزیدی شناختن، به خاطر اینکه به هر حال BBC مثل یه سورس خیلی یه سورس بزرگیه که بله صداش هم خیلی، حالا به انگلیسی فارسی میگم ولی مثلا خیلی جلوتر و برای پخش شدن یه اسمیه که بالاخره دیده میشه به هر حال. بله. چرا سمت کمپانی‌های هالیوودی نرفتید؟ خیلی سوال جالبیه، خیلی سوال خوبیه. اون تایمی که من تصمیم گرفتم برم ایران دقیقاً این چی میگم موقعیت رو داشتم که به جاش برم LA و یا برم اونجا مسترزم رو بخونم و مشغول کار بشم. چند تا کارهای بازیگری هم پیشنهاد شده بود به من، چون یه سفر رفته بودم و داشتم فکر میکردم که چیز. ولی من وقتی که اونجا بودم دیدم آدم تو تاکسی میشینه، راننده تاکسی داره فیلمنامه مینویسه، میره یه کافی بخره، اون یه آدمی که میخواد بازیگر بشه میره، یعنی همه توی LA توی کالیفرنیا. بعد دیدم که من بیام اینجا واقعا حوصله‌ام سر میره. من که تصمیم گرفتم از استرالیا برم بیرون به خاطر اینکه انقدر چیز بود، یعنی احساس میکردم که اونجا من اون دلیل اصلی که میخواستم فیلمساز باشم و فیلم بسازم و داستان بگم محو دویدن میشه، محو میگن یعنی محو این میشه که هی بدوام که با کسانی صرف دویدن میشی. آره بخوام مثلا مثل، ولی در واقع من حالا نمیدونم به فارسی این درست در بیاد، ولی فیلم سازن مثل فیلم ساختن مثل چیز اسب میمونه. یعنی چی اسب؟ ریس این چه فارسیه من بعضی از دوستان میگن پگا تو رو خدا میتونی بیا یکم حرف بزنیم و به فارسی ما بخندیم، حوصله‌مون سر رفته. مثل یه ریس پیست اسب میمونه و بله پیست سوارکاری میمونه که من عنوان مترجم شما بیام مرسی تو رو خدا فقط یه
بذارم یه تنوعی از محاشو ایجاد بله. واقعا بشه آپتین شو آپتین شو. آره این اتفاق میفته مطمئنم. 100%. من چیزی رو بخوام حالا با هم من که نگفتم که تنهایی دیگه منم مزه با هم حاله با هم بابام همیشه میگن تو رو خدا پگاه حرفی که میخوای بزنی اول مزه شما این اتفاق میفته. پگاه اگه الان بخوای یه فیلم بسازی چه فیلمی دوست داری بسازی؟ چه سوژه‌ای باشه؟ دوست داری روش مانور بدی، وقت بذاری، دکوپاژش بکنی؟ نه خیلی چقدر سوالای قشنگی میپرسید. این من در واقع اون چیزی که خیلی دوست دارم فیلم‌های تخیلیه. فیلم‌های تخیلی رو خیلی دوست دارم به خاطر اینکه حرفای آدم میتونه با ورژن ایرانی نه برای من فرقی نمیکنه که کجایی باشه. اتفاقا دوست دارم چند زبون باشه توی فیلم، ولی تخیلات مثل چی میگن، مثل پوئتری میمونه، پوئم، شعر میمونه. شما حرفایی رو یه جوری میتونی بگی که از طریق مستند یا فیلم مثلا چیز میشه یه سری حرف دقیقاً. چون شما وقتی فکر کنی راجع به داستان، ما از بچگی داستانایی که به ما گفته شده چیزایی که در حال حاضر نیست، یا ما رو گذشته است یا ما رو آینده است. یعنی یک کسی اون نوع به نوع تخیلات داره برای ما اجرا میکنه و ما تو ذهنمون میریم و برای خودمون یه دنیایی میسازیم و فیلم ساختن دقیقاً برای من همونه. انیمیشن نه، ولی انیمیشن هم خیلی دوست دارم، کارم کردم. چجوری من کار کردم تو انیمیشن؟ از طریق تبلیغات و تبلیغات به من دست منو باز کرد که بتونم واقعا خیلی چیزایی که تو ذهنم بود انجام بدم از طریق حالا تمام تبلیغات یاست شاید بشناسین یا لایو من انجام دادم، تمام پاناسونیک، کنارس، یعنی خیلی از کسایی بودن که به من هیوندای، خیلی کسانی بودن که اعتقاد پیدا کردن با شرکت‌های بزرگی کار کردن، ولی هیچ وقت نمیاد مثلا اینا رو بذاره تو صفحاتش، مثلا تبلیغ خودمو بسازم. تبلیغ خودشو نمیکنه اصلا. حالا دعواش کنم دیگه. فروتنی ایشون رو میرسونه خلاف دیگه. اونی که نیستش هی تبلیغ میذاره. حالا اینو میگین ولی من از این هفته میخوام شروع کنم. بذار شروع کنه دیگه خودشو. نه خوبه اتفاقا مردم بشناسن که ما ایرانیای موفق مثل شما داریم، مثلا کار سینما و کار تصویر که فیوریت اکثر قریب به اتفاق مردم ماست، از اون قشر مرفهمون رو تحصیل کردمون گرفته تا سایر اقشار. یه کاریه که اترکشن و جذابی نمیذارم حرف بزنید که بس خوابم گرفته. یه همه 2 ساعته داره میگه پگاه. و یکی از دلیلاش میدونین چیه؟ به خاطر اینکه ما عاشق شعر و داستانیم. بله. به خاطر اینه و داستان‌های خوبی هم داریم، عاشق ادبیاتیم، به خاطر اینه که ما کاملا توی فیلمسازی ایرانی‌ها شماره 1 توی دنیا. واقعا ما میتونیم حتی بهتر از این هم باشیم، به خاطر اینکه ما با این بزرگ شدیم، با داستان بزرگ شدیم، با فکر بزرگ شدیم. به ما همیشه گفتن اینجوری نباش، عمیق‌تر فکر کن، برو اصل داستان. حالا درسته که متاسفانه ما یکم نگاتیو همه چی رو کلن میبینیم، ولی ما همون جوری میتونیم پوزیتیوش رو ببینیم. اصل داستان همیشه یه اتفاق پوزیتیویه. اینو باید بدونیم. من سوالای خیلی خاصی به ذهنم رسیده ولی چون زمانمون واقعا کمه، آخر برنامه از خواب بلند شده الان داشت داستان توش میداد. سوالاییه که آخه جوابش 2 دقیقه 3 دقیقه نیست. من سعی میکنم 2 دقیقه 3 دقیقه باید یه دونه برنامه دیگه بذاریم. باید یه برنامه چون جذابیت صحبتاشون هم برای مردم بالاست. من سوال آخرم از شما بپرسم، این فیلم تخیلی که دوست دارید بسازید، دوست دارید با کدوم هنرپیشه‌ها کار کنید؟ چه سوال باحالی. خیلی سوال سختیه. ایرانی خارجی هر چی میتونید.
اوه اوکی. خب مها که نیست قاعدتا. من میتونم من خارجی مها اگه ایرانی باشه به من میگه. مها و خودتون شماره 1. آبتین بالاخره خودشو چپون توی یه شما اولا اینکه بنده پرودیوسرم. بله. خب ولی کمک ایشون میخوام بکنم سرمایه گذاری بکنیم که هنرپیشه های خوب بیارن. هنرپیشه من واقعا دوست دارم با هنرپیشه هایی کار کنم. اسم نمیارم چون واقعا اسم انقدر هنرپیشه های خوب داریم ما. بله. ایرانی، آمریکایی، استرالیایی، ژاپنی، انقدر هنرپیشه های خوب داریم که درست نیست آدم همینجور هم آپگرید میشه. نه حالا همینجور هم آپگرید میشه که حالا یه مقدار فیمس هستن. مثلا خیلی ممکنه بگن دوست دارم یه شرایطی پیش بیاد مثلا با ایکس کار کنم، با ایگرگ کار کنم. اون ایکس و ایگرگ میخوام بدونم که از نه. حالا میتونید یه دونه ایرانی بگید یه دونه خارجی. آره یه دونه خارجی یه دونه ایرانی. خب و من این قولو میدم که ایشون انتخابایی که دارن میکنن دوستان یه وقت به کسی بر نخوره. مطمئنا دوست دارن با همه عزیزان کار بکنن. آره بهتره نگی. بسیار حمادی. مرسی خانم. مرسی از خیلی شما. ما یه قول دیگه ازت بله. میگیریم برای یه سری از سوالای تکنیکال. برنامه آپتین شو هم داریم که حالا اون امید مفصل خدا. حالا آپتین دیگه قراره که کردیت برنامه میده بذاره. میشینن مهمونا 2 ساعت 3 ساعت قشنگ 2 ساعت 3 ساعت. مرسی از شما که منو دعوت کردین. مرسی که به این همه پر صحبت‌های من گوش دادین. نه لذت بردیم. خیلی صحبت‌های شما جذابه برای مردم، چون میگم دوست دارن، همه فعالیت‌های هنری رو دوست دارن. حالا نشد که صحبت هم بکنیم چون یه سرابی هم این هنر داره. خیلی‌ها به قول معروف اون آواز دهل از دور شنیدن خوش هسته. اکثرا عشق شهرت دارن، دوست دارن بیان اینوالو بشن، بازیگر بشن، هنرپیشه بشن، خواننده بشن، اکتر اکترس، یا حالا میبینن خیلی از هنرپیشه ها چه ایرانی چه خارجی شرایط زندگی و مالی عالی دارن، همه درا به روشون فکر میکنن بازه، یا اینها واو چه زندگی های لاکچری دارن، شبها چه مهمونی ها و گدرینگ هایی رو دارن. اینا یه چیزی که دوست دارم که اتفاقا واردش بشیم. کسی مثل شما که درگیر بوده و با خیلی از بزرگا کار کرده، حالا چه ایرانی چه خارجی، توضیح بده و یک ادوایسی باشه برای نسلی که داره فالوآپ میکنه این قضیه رو. ما باید اصلمون رو یادمون نره، یعنی چون خیلی خیلی راحته که آدم این سیدی رو که میکاره، چی میشه به فارسی سید؟ دونه‌ای که میکاره، بعض رو که میکارن، آره این رشد میکنه به هر حال مثل یه درختی میشه. این درخت به هر حال وقتی رشد میکنه خیلی باید فکر کنه که من از کجا شروع کردم و برای چی. ما این برای چیه رو خیلی گم میکنیم. بله. و الان با سوشال میدیا و چه میدونم آدمای مختلف و اینا اصل خودمون رو گم میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه همش فکر میکنیم که اوه من باید دقیقاً همون دلیلی که من نرفتم کالیفرنیا، چون دقیقاً همین اتفاق میافتاد. چون آدم اصلشو اون موقع، الان برم نه این اتفاق نمیافته برام، ولی اون موقع میدونستم که خیلی آدم یهویی میره توی موجی که این موج آدمو میبره. بعضی جاها خیلی خوبه، بعضی جاها میاد آدم گم میشه. و الان متاسفانه خیلی از آدمایی که خیلی عمیق‌تر میتونن باشن، خیلی بهتر میتونن باشن، حتی میتونن، من هیچ وقت هیچ کسی رو انتقاد نمی کنم ازش، شما هر جوری که میخوای بیا بیرون، هر شکلی که دوست داری، مرد باشی، زن شدی، زن بودی، مرد شدی، رنگ موهات چیزی، هر چیزی که دوست داری، ولی اون اصلت باشه، اون اصلت باشه. چون تو واقعا وقتی میای بیرون و فیلمساز میشی یا بازیگر میشی یا هر چیزی، همه نگاه میکنن که تو چی کار میکنی. پس یا تو حتی باید تو همین دنیای سوشال مدیا پگاه، آره دقیقاً یادمون نره اصل خودمون رو. آره اصلمون رو واقعا یادمون نره. به خاطر همینم هست شاید من انقدر اکتیو نیستم هنوز. دیگه با همون ایده‌ای که داشتی راجع به معنا و اینکه بری واقعا مشکلات مردم رو بسازی و یعنی به تصویر خودش بکشی، واقعا کار بزرگ و مهمه. خیلی کار بزرگیه پگاه.
مرسی ممنون که اومدی. مرسی از شما، مرسی همیشه آقای لطف آبچین. داری به من. خواهش دستتون درد نکنه میکنم. واقعا. حالا ببینیم با دگاه صحبت میکنیم، ببینیم حالا تو پروژه اگه فضایی بود در خدمتت خواهیم بود دیگه. حالا اگه خواهش میکنم، من که خیلی خوشحال منو داره میگه. نه ایشونو دارم میگم. ولی شما دوتا میگم با با هم صحبت پگاه کنید. صحبت کنم اگه ببینیم جا منو بود تو ببرین کارامون جایی ببینم یا مثلا. نه. وای. منم گفتم خیلی خوشحال میشم دیگه. این به خدا اول نمیدونستم همین شکلیه ها. شما برین خداحافظ دیگه، بقیه حرفاشو گوش ندین. خیلی 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 خوشحال شدم. مرسی از شما. مرسی از شما. سابتایتل